این دسر با بافت ابری و طعم بی‌نظیر قهوه‌اش تو رو عاشق خودش میکنه. اول از همه یه بسته شعریه رو داخل غذاساز میریزیم، قشنگ خردش میکنیم، بعد رشته ها رو با کره تفتش میدیم. وقتی که طلایی شد بهش یه قاشق شیر عسلی خونگی که توی 3 تا ریلز قبل آموزشش رو گذاشتم میریزیم، قشنگ همش میزنیم، داخل ظرف مناسب میریزیم و فشردش میکنیم. 1 لیتر شیر، 1 پیمانه شکر، 4 قاشق نشاسته ذرت، 1 قاشق پودر قهوه فوری رو قشنگ مخلوطش میکنیم، روی حرارت میذاریم و مدام همش میزنیم تا به این غلظت برسه. وقتی که غلیظ شد زیرش رو خاموش میکنیم، یه بسته خامی صبونه بهش اضافه میکنیم، از حرارت که افتاد روی شعریه هامون میریزیم و داخل یخچال میذاریم. برای لایه سوم 2 قاشق قهوه، 4 قاشق شکر و 1 استکان آب جوش میریزیم، با همزن همش میزنیم. این مرحله رو در صورتی انجام بده که عاشق قهوه هستی، وگرنه اصلا پیشنهاد نمیشه. وقتی که پف کرد روی دسر میریزیم و تمام. یه سری نکته های ریزو داخل کپشن بهتون گفتم که قبل از درست کردن این دسر حتما باید بهش توجه کنی.